بیرون برو بچه برو با کفیتو بیا کادا دستو مورد کادا دستو مورد ندار بیا هموشه کدوم طرف شمی یا که کافوش همه دارم میجرا خوبه میجرا یه خوی برو همین شما برو همه خبر خوبه بیا بیا مدام ای میگه من مولیش شکنه دینا یه سیبه مدام ای زنکو میگه شکستم بیا حرکت کنه بیا یک کرکمت میماند Oradan da hocam orada eset kurke de çömeki buruma diyor ki. بچه اونو زنده بروری بیرونه Çömeçön. دست یکاش درو کیفه Bana ders at. بیا برو ای Ders at درست. اصلا کنه Ne iş bu iş iş. Vay dستم ده Rimin tuma şöyle rimin de söz bu. بیا ریمین داشت در موز برو Rimin tema rimin. ریمین ده خلاص کن Buna ders at. Olsa çalışma yaşa. Rimin de. Kışta. با کنو دیافت ریمه دیگه برو اکا برو نیکو نکن شیت داشت دیاکه جو Eniyor ki be. Ya bu rimin şapı. ریمین تا کا پارتو کن ریمه ده کام یا نکن Ne iş abi? ایسو مختلو ریمین ده ایسو درو با همزی کن درو Ha gir. Ami bar fikren. بیا برو پاتکم بیای در دیگر حدیث میگوید پیغمبر اذا خرج المؤمن من المسجد نادى ملك من السماء وقتی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود یعنی بعد آنی که نماز ادا میکنیم نماز که تمام شد ما و شما از مسجد که بیرون می شویم نادى ملك من السماء از آسمان یک ملائکه فریاد می زده است. چی گونه فریاد می زده است؟ افسوس که اون فریاد ملائکه ما و شما نمیشنویم. وای می گفته است استأنف العمل. ملائکه می گفته است من خرج مؤمن من المسجد نادى ملك من السماء يا ولي الله استأنف العمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. پیغمبر خدا گفته بوده است هرگاهی که بنده مؤمن از مسجد بیرون می شود ملائکه از آسمان فریاد می زده است. چی می گفته است؟ می گفته است ای مؤمن، ای ولی الله، ای دوست خدا، استأنف العمل. همین برآمدگیت از مسجد بار آخر برای تو نشود، بلکه کاری کن که دائم آمدن تو به مسجد دائم و دائم باشد، زیرا که هرگاهی که تو در مسجد داخل میشی و از مسجد بیرون میشی به تحقیق خداوند گناههای تو را همگیش مغفرت میکنه. که ام ولدته امه، مثل مادری که فرزند تولد میکند که هیچ گناهی در اون نیست، مثل همون ما و شما در حالت داخل شدن مسجد و از مسجد بیرون شدن این مکافات نائل میشویم. البته از این حدیث ها ما و شما باید به این مقصد بیاییم که اولا محبت مسجد در دل همه ما و شما باشد، چگونه ای که در تعمیر خانه های خود و در بهتر کردن خانه های خود کوشش بکنیم،
در کدام مسجدهایی که ما و شما محله هایی که زندگی میکنیم باید در آبادانی مسجد خودمان هر کدامان یک سهم معینی داشته باشید و باید فکر مسجدها، آباد کردن مسجدها چه از صرف کردن مسائل ساختمانیش باشد چه از عبادتش باشد باید که ما و شما البته قفامانی نداشته باشیم. خدا در سوره توبه به ما و شما چی میگوید؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر و اقام الصلاة و آتوا الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. در سوره توبه در آیت از 18 این سوره چی میگوید؟ خداوند میگوید با درستی این که مسجدهای ما را، خانه های ما را که ها آباد میکنند؟ کسانی که ایمانی بر خدا دارند، ایمانی بر روز قیامت دارند، ایمانی بر پیغمبر دارند. اینها کیا هستند؟ کسانی هستند که آباد کننده ای مسجد هستند. خداوند در دهانش گفت ولم یخش الا الله، و اینها کسانی هستند که از کسی نمیترسند بجز از خدا. فعسى اولئک یکونوا من المهتدین. اگرچند که عصا در معناش به معنای رجا میاد، امید میآید، لکن ابن کثیر میگوید در هر جای قرآن که معنای عصا آمد این به معنای وجوب است، یعنی البته به البته کسانی که آباد کننده مسجد هستند خداوند اینها را در روز قیامت نجات میدهد. خوش به حال اون برادرانی که امروز در نمازهای جماعت و یا در عمارتهای مسجد کار میکنند سهم خودشان گذاشتگی هستند. یک محجون گفتگی یک زن سیاه‌پوستی بود، میگه در دوره های رسول اکرم و دائم کار این مادرمان رفتن همون مسجد بود، خس و خاشاک مسجد از مسجد بیرون میکرد. روز از روزها میگه رسول اکرم به قبرستان گذر کردند و با بین همون قبرستان نگاه کردند که یک تازه قبر دیدن، یک قبر نو. گفتن که یاران من این قبر کی است؟ گفتن این قبر محجون است. گفت همان کسی که مسجد ما و شما را میرفت تازه میکرد. گفتم بله. گفتم برای چی در جنازه اون کس ما را دعوت نکردیم؟ صحابه گفتن پیغمبر خدا روز گرم بود و ما نخواستیم که شما را آزار دهیم و در این روزهای سخت و گرمی شما را بیرون از خاندان کنیم. از این خاطر ما خود تکفین و تجهیز این مادر را بجا آوردیم و در بهترین صورت او را بر قبرستان برده گراندیم. رسول الله گفتند اصحاب من شما فراموش نکنین که بر کدام جنازه‌ای که من جنازه کنم وای در روز قیامت از شفاعت من برخوردار می‌گردد و هر یک مرده‌ای که در این محله و دیار می‌شود البته مرا بر بالای جنازه اون کس خبر دهید. گفته رسول الله چیکار کردند؟ به سوی اصحاب این چنین امر کردند و بعدا میگه به سوی همون قبر گشت، گفت محجون آیا کدام کار دنیایی برای تو در قبر فایده آور شد؟ رسول اکرم صدا را میشنیدند و داخل قبر را میدیدند. میگن مدت ایستاد، اصحاب میگد که رسول اکرم سکوت کردند. بعد مدت به سوی من گشت گفت مادرمان محجون به سوی ما ندا کرد که مسجد میرفتم، مسجد تازه میکردم، دائم در آبادی مسجد بودم و همین سبب شد که من از فتنه های قبر نجات یافتم. و رسول اکرم گفتند خوش به حال اون بنده ای که در آبادانی مسجد سعی و کوشش دارد. در این باب البته گپ های زیاد در فضیلت مسجد موجود است و ما هم نو الحمدلله که این مسجد هفته گذشته اگرچه در چشم شما میرسد نمیرسد خیلی خراجات زیاد و خیلی یک 4 روز یا 5 روز در این داخل کار کردن، خراجات های زیاد کردن و این تعمیر دیوال ها هم از قسم بیرون از نو شد، سفید کرده شد، درها همه رنگ کرده شد و دیگر بعضی کارهای دیگر هم البته هست انشاءالله از فردا با سر میکنن. خدا خواسته باشد باز در نیت برای آبادانی در پهلوهای مسجد برای بهبود کردنش هم نیت ها هست، لیکن برادرها در اینجا یک قسم برادرها خراجات ها کردن. انشاءالله در حدشان دعا میکنیم، بعدا موضوع شروع میکنیم. برادر اکای جمشید مان 60 سامانی